ذخیره خوراک چروا و گذراندن دوره زمستان در کوپراتیو استحصالی زورپروری خوجاومین در ناحیه وسه با این زمین سخت وابستگی دارد. مساحت 16 هکتار زمین خوراکی آمیخته عبارت از جو یونوشخه و اویاس را چرواداران از همین زمین درو نموده ذخیره می‌نمایند. ماه یون مراتب دوم به درو شروع نمودند. از روی مشاهده متخصصان این زمین اگر با آب پلیزی تامین می‌بود ذخیره خوراک چروا بیشتر می‌گردید. با وجود نارسایی آب نشونمای علف آمیخته خوب بوده، ریزانکیش بلند و فایده‌ناکی آن برای چروای موجود بوده از روی معیار معین شده به سر هر چروا بسنده است. حاضر 140 تن تربیت تیار کردیم. بود چیمون دوام داره، جمع‌آوری دوام داره. نه 3 روز بعد نصیب باشه بود چی جمع‌آوری کار سر بکنیم. بود که در اونجا باید بود تربیت می‌خوانیم وقتی خیلی نیت‌ها هستن. باوری هستی با پراگی جمع میکنیم. زمستان نقد میبریم از زمستان. در کوپراتیو استحصالی زورپروری خوجاومین ذخیره خوراک آمیخته چروا در چنین چاه نگاه داشته می شود. چرواداران تا ماه یون نصف چاه را با خوراک آمیخته تربیده پر کرده و دوره زمستان گذرانی چروا پر را آماده می باشند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورов از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.